سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ خوبید؟ امروز اومدم پیاده روی ظهر دیگه، حدود نمیدونم حالا دقیقا ساعت چنده، 12:30 یک روبه. ولی هوا به شدت سرد و به شدت آلوده است. حالا نمیدونم متوجه میشید یا نمیشید. صبح میخواستم برم ورزش، هر کار کردم اونقدر خسته بودم که نتونستم بیدار بشم از خواب. بعد دیگه گفتم که حالا ظهر بیام. راستیتش حال دلم امروز زیاد خوب نبود، یعنی حالت دپرسی و اینا داشتم. گفتم بیام بیرون ببینم حالم خوب میشه با پیاده روی. به شما هم بگم که اگه یه روزی مثلا بالاخره دپرسی برای همه هست دیگه، افسردگی برای همه هست دیگه، اگه اینجوری شدید بیایید بیرون پیاده روی کنید و حالتون خوب بشه. آره دیگه گذاشتم اون بره که من بتونم صحبت کنم. خلاصه دیگه گفتم بیام هم مغازه ها رو بهتون نشون، از یه مسیر شلوغ بیام. میخواستم اول از یک مسیر خلوت برم ورزش کنم، بعد برای برگشتن از این مسیر بیام. گفتم چه کاری از این مسیر میام، حالا یا فوقش برگشتم پیاده برمیگردم یا اینکه نه برگشتن سوار تاکسی میشم. حالا ببینم چی میشه، بستگی داره. حالا دوباره همون ورزش دوچرخه سواری ثابت که دیروز فیلمشو براتون آپلود کردم، حالا نمیدونم فیلم امروز که آپلود کنم براتون، میرم انجام نه، ولی خب یه جای دیگه نزدیک خونمون نه. حالا اون جایی که من میخوام برم حدوداً 45 دقیقه یک ساعت راه هستش. الان سراشیبیه، مثلا به طرف پایین راحت تره، ولی برای برگشتن سربالایی یکم سخته، ولی حالا سعی خودمو میکنم. الان که اومدم بیرون یکم حالم بهتر شد. از شما چه بدونم که حالم یکم که نه خیلی. این اطرافیانم روی آدم تاثیر داره، مثلا همسایه کسی که آدم دپرس باشه، واقعا افسردگی به نظرم یه چیز واگیرداری هست، مثل سرماخوردگی میمونه. این همسایه‌ام خیلی دپرس بود، با من درد دل کرد دیشب، انرژی منفیشو به من منتقل داد. خب امید که زندگی جریان داره. بچه‌ها بعضیشون دارن از مدرسه برمیگردن، بعضیشون دارن میرن مدرسه و همینطور شلوغ و پلوغ و اینها. بعد من صبح اومدم و مثلا صبح ببینید ساعت 7 صبح میام این منطقه، این دقیقا همینجوری شلوغ. آره گفتم از اینجا بیام سایه است، اون طرف آفتابی بود دیگه، اینطوری هست دیگه. خب همه چیزی هست توی خیابون، همه چیز پیدا میشه. حالا اول میخواستم راستیتش برم امروز بازار، بعد حوصله‌شو نداشتم، گفتم که حالا یه روز که ورزش نخواستم بکنم، خسته نبودم، میرم بازار بزرگ و از اونجا براتون فیلم میگیرم. شما هم یه لطفی بکنید من دنبال کنید، کامنت انگلیسی بذارید واسم که ویدیوهام برای همه به نمایش در بیاد. بچه‌ها هوا فوق‌العاده آلوده است. من نمیدونم چرا خیلی ماسک نزدم، و من که ماسک زدم، هم ماسک زدم هم عینک آفتابی آوردم دیگه، چه شود. دستفروش هم که بعضیشون بساط کردن و دیگه خبری به اون صورت جز سلامتی چیزی نیست. نمیشه حالا در مغازه ها خیلی چیز خاصی ندارم اون صورت، جایی که میدم جالبه وای میستم حالا نگاه میکنم، ولی خب زیاد چیزای جالبی به اون صورت من نمیبینم داشته باشه. خب چه خبره دیگه؟ خبره که شما که نمیتونید من خبر بدید، من باید بهتون خبر بدم. آره نفس دارم میزنم که برسم اونجا. حالا این 45 دقیقه رو من نمیتونم براتون فیلم بگیرم که حالا تا مسیر اونجا یه مقدار فیلم میگیرم، برم این عطرودکوبانا رو ببینم. من خیلی چقدرم عطرودکوبان امسال گرون شده دوستان، یعنی دقیقاً هم کرم و اینا، هم لوازم. حالا من که لوازم روش نمیدونم،
همه چیز خیلی گرون شده، 2 برابر شده دقیقا. کرم مرطوب کننده مثلا خیلی قیمتش رفته بالا. کلا نمیدونم حالا چون دلار رفته بالا اینجوریه، کلا خیلی 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 رفته بالا قیمتو. ولی خب دیگه کسی که احتیاج داره. این دنمارک بیلیارد بچه‌ها، من یادم این کرم بیلیارد هست، من قرمزش رو استفاده میکردم 2 سال پیش. یه جایی شانسم رفتم 45,000 تومان خریدم. الان نمیدونم چه قیمتی شده. این کرمش خیلی خوبه، قشنگ. 1 سال من داشتم از این بیلیارد آبرسانه، داشتم از این بیلیارد کرم بیلیارد داشتم استفاده میکردم. خیلی عالی بود، خیلی 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 عالی بود. قیمتش هم مناسب، یعنی مغازه داشت جمع میکرد، منم گرفتم دیگه. از بین اتخولات اسپری هم این اسپری من استفاده کردم، روش خوب بوده، موندگاهش خوب بوده، رکسانش خیلی خوب بوده دیگه. از اون بالایی هم همشو تقریبا استفاده کردم. آره بچه ها فیلم قطع شد. ببینم اینجا میوه چی داره. خیار چه جاله، انگور، کیویچن، خورما. من خورما اصلا دوست ندارم، نمیدونم. اینم خورما و اینم سیب و اینم انار کیلویچن. خب ببینید من بچه های قیمت که میزنم منطقه حتی تو اون منطقه هم که هستی ممکنه این مغازه به اون مغازه فرق کنه. اینجوری نیستش که مثلا وای چه اناره کوچولی، انار آبگیریه. آره کیلویی 24,800 زده. نارنگی برگی من خوبه 31,900. نارنگی خیلی خوبه، گرون میده یه مقدار. پرتقال کیلویی 24,800. جدا گفت سیب قرمز خیلی گرون میده 42,900. خب جاهای دیگه هست قیمت مناسب. سیب زردم 42,900 میده. الان ماشینیه و برده بود کیلویی 20 تومن میداد. خیار گوجم اونم دیگه. خلاصه دوستانه رفتم بیلیارد قیمت کردم، کرم بیلیارد قیمت کردم، کرم مرطوب کننده بیلیارد قیمت کردم. چند بود؟ بیلیارد بود حدود 150,000 تومان. 150,000 تومان اینا. بعد پرسیدم که قیمتش از این مغازه دیگه تلفنم زنگ زد و مجبور شدم قطع کنم این تلفنم براتون نگیرم. خب اینجا هم کیک و اینا داره، دامارکی و به بچه ها کیک هم ببینید، لذت ببرید. خب چقدر من خیلی عاشق کیک خامه‌ای ام. حالا شاید نخورم و حالا نمیدونم کیفیتش چجوریه، ولی چقدر قشنگه. دوست دارم یه دونه کیک بگیرم، تولد بگیرم. تولدم که الان نیست البته. خیلی عشق اینو دارم. قیمتش هم خوبه، 225 تومن. چقدر طرح قشنگ و خوشگلی داره. آره بعضی وقت خوبه آدم های خودش جشن بگیره. حالا ببینم اگر چیزی شد. اینم گوشی فروشی و خلاصه من بخش خوراکیجات یعنی میبینم، نه که دلم بخواد بخورم، کلن لذت میبرم. خیلی مثلا شادم میکنه وقتی خوراکی مثلا میبینم، خیلی شاد میشم. مغازه های خوراکی فروشی سعی میکنم نگه دارم، مثلا وایسم نگاه کنم ببینم. حالا حتی مثلا چیزی هم نخرم. یا فروشگاهایی که مثلا پلاستیک فروشی ها وای میسم گاهی وقتی نگاه میکنم، نه لذت خاصی داره. مثلا همه چیز دارن، خرازی ها، پلاستیک فروشی که هم یا لباس فروشی ها دیگه، همین دیگه. خب این داریم میریم پیاده. اینجا بیشتر راسته میوه فروشی ها هستش و قیمت ها خیلی فرق میکنه. اینم سبزی، اینم خیلی خوبه آدم اهل سبزی خوردن باشه. اینم کرفس و آره خیلی خوبه آدم اهل سبزی خوردن باشه. ولی خب من یادم میره. این چی داره این فروشنده؟ این نمیدونم چیه، بورس قهوه و عطاریه. اینم دوباره لوازم آرایشی، اینم موبایل فروشی و
دیگه همه چیز هست دیگه تو این خیابون. دیگه آدم احتیاج نیست که پاشه بره علاءالدین یا پاشه بره بازار. همه چیزی هست، همه جور چیزی هست. اینجا هم که برقشون رفته. رفته، آره دیگه برقشون رفته. وای نکنه امروز برقای ما بره. طرحی که اومده برق میره، این برق داره ولی نمیدونم چرا اون برق شاید خودشو خاموش کردن، نمیدونم. اگه برق نبود این چراغ چراغ قرمزم با خمیر رانندگی هم خاموش میشد. برق هست حالا شاید پول برقشون ندادن نمیدونم. خلاصه دیگه همه تو سرشون تو لاک خودشونو دارن میرن میان و زندگی جریان داره. من که ماست زدم خیلی آلوده است، یعنی من میدونم اگه ماست نزنم گلوم 1000 برابر در میگیره. خب این خیابونی یکم شلوغه چون مدرسه بچه ها هم نمیدونم این مدرسه است دخترونه است پسرونه است اونجاست. مامانا میان دنبال بچه هاشون خیلی شلوغه. این راسته واسه از اون طرف برم اومده اون طرف خیلی گرم آفتابه. من لباس پالتو پوشیدم سر ظهرم هست خیلی گرم اینا میشه. خب خلاصه دیگه داشتم میدونم دوستا. آره حالم خوب شد دیگه. دیشب با این همسایه‌مون داشتم صحبت می‌کردم درگیر می‌کردم بعد من نشست برای من از سختی‌های زندگیش. واقعا من بهتون نصیحت میکنم اصلا نشید یکی من دپرسه نشید باید صحبت کنید چون حال شما هم ناخودآگاه بد میشه. یه جورایی از دستش فرار کنید که حالتون بد نشه. اینم ماشینیه. اینم کیک و اینا یک دفعه اینم کیک و اینا میفروشه. نمیدونم دونه چند حتما دونه 7 تومن 8 تومن دست روش سرش هم شده. یه دونه دوتا دعوت. خب بریم به طرف پایین ببینیم چه خبره. خب اینم که دست فروش ها هستن میوه فروش ها هستن زندگی جریان داره. ببینید چه جمعیتی ها. آدم فکر میکنه فقط بازار بزرگ شلوغه ولی میونه نه همه جای تهران ماشاءالله شلوغه. من دوست دارم اتفاقا شلوغ. وقتی شلوغ باشه آدم یادش میره از خیلی چیزها. خوبم که از این مسیر اومدم چون از اون مسیری که میخواستم بیام خیلی خلوت بود. اینم اتکلون میفروشه. اینم دست فروشه. حالا شاید برگشتم سیب خریدم ازشون. آقا سیبا کیلویی چند؟ سیب زرده کیلویی چنده؟ 25 تومن. قرمزا چی؟ دیدید قیمتو چقدر فرق کنه. اون میده 30 خورده. حالا تازه مثلا بعضی جاها 20 تومن اینا 15 تومن. اینجا خیلی میوه فروشی داره. این قسمتی که من دارم میرم برای ورزش خیلی میوه فروشی اینا هستش. اینا که افتابیمو بزنن دیگه نمیدونم از شما حالا فیلمم چجوری میفته ولی سعی میکنم حالا قشنگ. آره بعضی جاها اینجا افتاب داره. ببینید همه ماشینای میوه فروشی همه ماشینای میوه فروشی. اینا هم میوه سبزی سیب زمینی پیاز. اینا هم که یا پاکستانی یا افغانستانی هن بساط کردن اتکلون میفروشن. آقا عطراتون چنده؟ چقدر رو میخواه؟ این سبزه اینه؟ این نه کناریش اینه؟ آره اینه میاد کمتر. چند تا قیمتش؟ خیلی اولی داشت میاد. سه اینم میگه مراست اینه میگه مراست اینه میگه مراست. چند؟ نمیفهم قیمتشو بگی؟ قیمتش فرق داره خواهد. این چنده این؟ اینه میاد 700 تومن اینه میاد 220 تومن. 100 تومن؟ باش مرسی آقا. چند بدم خواهد؟ حالا بعدا برمیگردم. قیمتش خوب بود ولی خب نمیدونم افغانی بود نمیدونم. من خیلی عطری اتکلون دوست دارم. خیلی خیلی شدید. یه جایی که میفروشم تخمه مثلا زده درجه 1 تخمه درجه 1 کیلویی 95 تومن. حالا نمیدونم توی فیلم
مشخصه یا نه، چون خوب میده تخمه. من تو تخمه شکن نیستم، خیلی خوب میده، چون که مغازه داره کلی 180 تومن اینو میدم، حتما از تولید مصرف دیگه. یعنی همه نیمه فروشی. قبلا دست فروش ها مثلا عصرا می اومدن و یادمه اون زمانی که کرونا بود، حالا کرونا هم نه، کلا اون زمان ها یا مثلا خیلی خلوت بود سالای قبل. حالا خدا رو شکر امسال خیلی شلوغ شده و خیلی خوبه و زندگی جریان داره، خیلی شلوغ تر شده. خیلی خیلی مثل این که دارم کم کم میرسه، نه اینکه برسم ولی خب حالا دارم میرم. خیلی دیگه بزنم شما هم نگاه کنید دیگه، شما هم دلتون باز بشه و دوستان منو دنبال کنید حتما و کامنت انگلیسی بذارید که ربات تشخیص داده نشید توسط یوتیوب. آره خوشحال میشم، واقعا خوشحالم میکنید. من دارم فیلم میگیرم و شما این کارو میکنید. خب بریم پایین. من یه داستانی هم براتون تعریف کنم این قضیه رو. اینم آب میوه فروشی، قیمتش خیلی خوبه. قیمت آب میوه‌اش اینا خیلی خوبه. آره آب میوه‌اش خوردم خیلی قیمت. اینجا توی مثلا توی خیابون دیگه هر جایی که تهران که بریم این مغازه تا اون مغازه فرق میکنه. حالا چرا فرق میکنه؟ بس دیگه داره دیگه. مثلا ممکنه مغازه اجاره‌ای باشه، مثلا از یه جای ارزون بیارم، برای همین متفاوت هستش. ممکنه مال خودش باشه طرف مغازه. بعد فروششون هم همه خوبه، حالا چه گرون بده چه ندن، چون جمعیتش اینجا زیاده. من جایی که جمعیتش کم باشه اصلا خوشم نمیاد. مثلا منطقه‌هایی که جمعیتش کم خلوته، مثل بالا شهر که میری، مثلا میبینی میرداماد که میری اصلا همه دپرس گرفته، اونقدر شلوغ نیست، زندگی جریان نداره. اینجا هم تهران پارس هستش بچه‌ها، اگه دوست داری بدونید کجاست تهران پارس. یه بخش از تهران پارس، آره یه بخش تهران پارس. تهران پارس خوبه، آب و هواش خوبه. خب دیگه عالیه دیگه. نه فروشگاه هفته دوست دارم تو فروشگاه فیلم بگیرم ولی نمیخوام چیزی بخرم، راستیتش حوصله‌شو ندارم. برم زودتر به ورزشم برسم. یه چیزی من براتون تعریف کنم. اگه به اون ساندویچی فلافل رسیدم یه چیزی براتون تعریف کنم. اگه بسته نباشه باز باشه من براتون یه داستانی تعریف کنم. مثل بسته است نمیدونم که باز بشه، مثل که بسته است. من پیداش نکردم. یه ساندویچ اینجا بود، ساندویچ فلافل. بعد آره بسته است انگار، ساندویچ فلافل اینا بود. بعد من یه بار اومدم 30 تومن بود اون موقع پارسال فلافل اینا. فلافلش خیلی خوشمزه است، حالا نیست که بسته شاید جای دیگه رفته. بعد سرش قلقل است. من 30 تومن 2 تا فلافل گرفتم 60 تومن. بعد 600,000 تومن از من کارت کشیده بود. بعد شانس آوردم که تو کارتم خیلی پول نبود، یعنی مثلا حدوداً 200 تومن اینا بود. بعد گفت که موجودی نداری. گفتم که چطور؟ گفت 600 تومن کشیدم ببخشید. یعنی خیلی عادی، یعنی عمده معلوم بود که عمده کشیده بود و اینا. من خیلی تو ذوقم خورد، گفتم دیگه نیام از این خرید کنم. ساندویچ با اینکه خوب بود و اینا ولی خب تو این کاری کرد اصلا خوشم نیومد. حالا مگه میذارم مرد بشه؟ چقدر بدم میاد از اونی که بود دستش نمیزنن رو بوق، شعور نداره اصلا. واه واه واه، دستش رو میزنن رو بوق انگار داره داد بزن. خلاصه دیگه همین دیگه. یه بار دیگه هم اینجوری شد که مثلا برای من زیاد کشیده بود. یه بارم رفته بودم بازار طلا فروشی، فکر کنم مثلا 350,000 تومانه. برای من 35 میلیون تومان چند سال پیش، 5-6 سال پیش برای من 35 میلیون تومان کشیده بود. یه حساب عمدی هم کشیده بود. آره دیگه اون موقع طلا ارزون. نمیدونم چرا تو فکر چه حسابی میکنن سر خانم‌ها میخوان کلا بذارم.
نمیفهمم بعضیا پیش اومده، شاید برای شما پیش اومده باشه. این چیه؟ خب بریم. آره اون فلافل فروشی مثل که بسته است، یعنی فکر کنم چیز بود، فکر میکنم اجاره‌ای بود. آره من چند سال مشتریش بودم دیگه. خب دیگه بچه‌ها من خداحافظی کنم بعد که رفتم، فعلا یعنی بعد اگه رفتم اونجا بتونستم براتون فیلم